یو سلام همه شما عزیز هاتون چطور خوب باشه. با این ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدید. من استودیویم امروز قراره که با هم بریم یه ذره خاطره بازی کنیم و ببینیم برنامه دور برگردون چیه که اینقدر این روزا خفن و پر سر صداست. واقعا قبل که بریم سراغ ویدیو لایک کامنت سابسکرایب بدین که کلی بهم انرژی میده. بریم سراغ ویدیو. لتس گو. خب دوستان بریم ببینیم که این دور برگردون اصلا چیه و چرا انقدر باحاله. واقعا من خودم طرفدارشم. واقعا اینجا میریم تو بخش بازی های من که نه، میریم تو بخش کنسول ها. کنسول ها رو شما نگاه کن. پلی‌استیشن 2 داریم، پلی‌استیشن پورتابل داریم، پلی‌استیشن 1 داریم، نمیدونم سگا جنسیس داریم، نینتندو میکرو داریم، سوپر نینتندو و نینتندو 64. همینجوری میریم شما پایین تا میرسی به آتاری لینکس. آتاری لینکس اولین کنسولشونه که خیلی واقعا قدیمیه. اگه اشتباه نکنم اینجور بازی کامل سیاه و سفیده و خیلی قدیمیه. خلاصه که کنسولاشون از اینجا شروع میشه تا میرسه به پلی‌استیشن 2. پلی‌استیشن 2 هم نمیتونم بگم جدید اومده، یه 2 ماهی میشه که به بازی اضافه شده، برنامه البته. پلی‌استیشن 2 شو نگاه کنید مثلا گاداوار 1 رو داریم، گاداوار 2 داریم، بولیو داریم، جی تی سان اندرس رو داریم، مکس پین رو داریم و رزیدنت اویل رو داریم و تیکن و خلاصه هر بازی که شما بخواید. آرشیوشون هم واقعا قویه، یه آرشیوی دارن که واقعا زیباست و برنامه رو دستشون واقعا نیومده. یا کنید اسپایدرمن 2 داریم، کراش ماشینی داریم، دیگه مرد کبوتر یکش هم هست. این بازی رو خیلی جاها نمیذارن، یعنی شبیه سازش رو خیلی جاها نمیتونید پیدا کنید ولی توی دور برگردون میتونید پیدا کنید. و این برنامه زیبا رو شما میتونید حتی از مایکت و بازار نصبش کنید و دانلود کنید و کلی بازی کنید. حالا حجماشون مثلا چطوره؟ حجماشون مثلا این اسپایدرمن 3 رو ریختن 2 گیگ و 200 مگابایت. خب این 2 گیگ و 200 مگابایت طبیعیه چون این بازی ها واقعا سنگینن. بازیایی داریم که خیلی سنگین‌تره. مثلا شما گاداوا رو نگاه کن 6 گیگه، دوش هم همینطور، دوش هم 6 گیگه. خب این بازی طبیعیه که اینقدر سنگین باشه چون پلی‌استیشن 2 واقعا کنسولیه که سنگینه بازی‌هاش و همین دیگه. خلاصه که خواستم بگم که برنامه‌اش اینجوریه و بریم یه بازی حالا با هم تست کنیم. یه بازی که من قبلا نصب کردم، بازی که من نصب کردم 13 تا بازی پلی‌استیشن 2، 6 تا بازی از پلی‌استیشن پورتابل و یه دونه از پلی‌استیشن 1 که من کوشی کج رو دانلود کردم برای پلی‌استیشن 1. پلی‌استیشن پورتابلم لگو داریم، اسپایدرمن 2 داریم، لاکوشن نینجا داریم و بازی فامیلی گای داریم. خیلی خفنه. این بازی ها رو هیچ جایی پیدا نمی‌کنید واقعا شما. و بریم حالا یه بازیشو با هم دیگه تست کنیم که بهتون بگم که چجوریه. بعضی از بازی‌هاش خیلی لگه و شما نمیتونید بازی کنید، بعضی از بازی‌هاش هم نه، اینقدر روونه که خیلی واقعا خوبه و بستگی به اون گوشیتون داره که کدومشون قوی‌تره کدومشون ضعیف‌تره. گوشی من حالا متوسطه، بعضی بازی رو خوب میاره بعضی رو نمیاره. اصلا ما اینجا میریم سراغ بازی چی بریم بریم مثلا همین باب اسفنجی رو ببینیم. باب اسفنجی رو میاریم یا کنه دکمای بازی اینجوریه. هر جای اینو نمیبینید. من که خودم اینو میبینم اصلا خاطراتم زنده میشه. اونه که حتما قبلا پی اس داشتن و حتما تو کامنت ها بگم چون پی اس واقعا که کنسولایی بود که من خودم داشتم و عاشقش بودم. بریم فقط تست کنیم دیگه ببینیم بازیش چجوریه. بچه‌ها سیو داره، شما میتونید سیو کنید، دوباره میتونید بارگذاری کنید، همه چی داره. یعنی اینجوریه که مثلا به شما یه جای سخت رسیدید هی میتونید دم به دقیقه سیو کنید به همین راحتی. ولی مثلا خود پلی‌استیشن واقعی بود چون همچه قابلیتی نداشتیم. منتظر باشیم بیاد و یه ذره
بازیش کنیم و بهتون نشون بدم که چجوری و اینا. Welcome to our little tale of خب woe, trial. داستانش هستم، بزنیم بره. خب این بابک پنجه کارتونش فوق‌العاده بود، نماییشه و حالا بازیشو بریم اینجا ببینیم. فوق‌العاده است واقعا. و الان پر لگه. I can't believe this is happening here. آقا شما نیا کنین. این انقدر لگ نیست، من میگم شاید دارم ریکورد میکنم انقدر لگه، چون واقعا نباید انقدر لگ بشه. وای خیلی لگه. این موشی که من دارم اونو یه ذره میگرم بالا اندی کنم بکن. وای بچه خیلی لگه، خیلی لگه، خیلی. من میگم باز انگار به خاطر اینه که دارم رکورد میکنم انقدر لگه، ولی در حالت عادی بیشتر بازی اصلا اینجوری نیست، اصلا لگ نداره، ولی خب این خیلی لگه دیگه. من نمیدونم چیکار کنم. فقط خواستم بهتون بگم که دور برگردون یه بازی، شما میتونید همه این بازی جذاب رو دانلود کنید و اگه میخواید این برنامه رو نصبش کنید میتونید از مارکت و بازار سرچ کنید دور برگردون و این برنامه خوب رو در اختیار داشته باشید. خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید و با هم یه برنامه دور برگردون رو دیدیم که واقعا برنامه‌ایه که خیلی خوبه. من نتونستم به درستی براتون نشونش بدم چون که لگ میخورده وگرنه براتون بازی میکردم ولی نمیشه انگار، ولی به زودی از گیم پلیش براتون بازی زیاد خواهم گذاشت. اگه دوست دارید این برنامه رو نصب کنید میتونید برید مارکت یا بازار سرچ کنید و برسید دور برگردون و این برنامه رو خودتون تجربه کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره که کلی به انرژی میده تا یه ویدیو دیگه با من. بدرود.